تک دختر بودم و یه دختر به شدت لجباز. از اونایی بودم که حرف خودشه و به حرف هیچکی گوش نمیده. 18 ساله که بودم رفتیم به یه عروسی پرجمعیت و مجلل. تو اون عروسی یه خانومی که ما نمیشناختیم اومد منو از مادرم خواستگاری کرد. انگار اونا طرف داماد بودن و ما طرف عروس. مادرم هم گفت اجازه بده من با همسرم صحبت کنم، اگه راضی بود میگم بیاین خواستگاری، و به هم دیگه شماره دادن. تو اون عروسی من پسرشو ندیدم، ولی حس میکردم پسرش خوشتیپه، چون خانومه قیافش خیلی با کلاس بود. برگشتیم خونه و مادرم جریان رو به پدرم گفت. پدرم هم گفت پرسجو میکنم ببینم کی هستن. چند روزی طول کشید تا اینکه پدرم اومد و گفت همه میگن خانواده خوبی هستن، پس بهشون زنگ بزن و بگو بیان واسه خواستگاری. من خیلی خوشحال بودم، چون همه همسن و سالام ازدواج کرده بودن و منم دوست داشتم که زودتر ازدواج کنم و برم سر خونه زندگی. مادرم بهشون زنگ زد و قرار شد آخر هفته بیان واسه خواستگاری. دل تو دلم نبود. بالاخره روز خواستگاری فرا رسید. وقتی اومدن با دیدن پسر چشمام برق زد. یه پسر قد بلند بود با چهره‌ای معمولی، اما خب معلوم بود پسر خوبیه و راستش خیلی به دل من نشست. اون روز وقتی با همدیگه رفتیم تو اتاق صحبت کردیم فهمیدم بله این مرد باید همسر آینده من بشه. اسمش پیمان بود و 25 سال سن داشت و در کنار پدرش در مغازه جوشکاری کار میکرد. وضع مالیشون خوب بود و با همدیگه در یک سطح بودیم. خانواده هامونم از همدیگه خوششون اومده بود. خیلی زود نامزد شدیم و پدرم گفت بهتر دوران نامزدی یکم طولانی باشه تا ما شناخت کافی به همدیگه پیدا کنیم. من و پیمان تو پیام با همدیگه در ارتباط بودیم و هفته یه بار من باهاش میرفتم بیرون. پیمان به نظر مرد خوبی میومد، اما یه مشکلی داشت. حس میکردم پیمان خیلی سوسوله. آخه پیمان هم تک فرزند بود و حس میکردم برخلاف من اون خیلی وابسته به خانوادشه. چون هرچی که مادرش میگفت بدون چون و چرا قبول میکرد. مثلا یه روز که با همدیگه رفته بودیم بیرون بهش گفتم پیمان جان دلم قهوه میخواد، بیا بریم قهوه بخوریم. که گفت نمیشه پریا، امروز باید بریم بستنی فروشی بستنی بخوریم. گفتم ایوا چرا؟ چه خبره مگه؟ گفت آخه مادرم گفته امروز بریم بستنی فروشی. با تعجب گفتم چون مادرت گفته ما باید امروز بریم بستنی بخوریم؟ جواب داد آره. و بعد بدون اینکه اجازه مخالفت به من بده دستمو گرفت و رفتیم بستنی فروشی. سعی کردم به روش نیارم اما خیلی ناراحت شدم. وقتی برگشتم خونه همه چی رو واسه مادرم تعریف کردم. مادرم گفت این چیزا عادیه، شما نامزد هستید تا اخلاقای همدیگه دستتون بیاد، پس صبور باش دخترم. من پیمان رو دوست داشتم. راستش پیمان مرد خیلی خوبی بود، اما خب دلم نمیخواست که شوهرم دوست باشه. و جالب اینجاست که نمیتونستم با پیمان لجبازی کنم. کلاً انگار رفتارام عوض شده بود. یه چند ماهی گذشت. دیگه کم کم میخواستیم که با هم دیگه عقد کنیم. به پیمان گفتم دوست داری بعد عقد خونمون نزدیک خونه پدر تو باشه یا نزدیک خونه پدر من؟ که جواب داد مگه قرار خونه جدا بگیریم؟ گفتم پس کجا قرار زندگی کنیم؟ گفت راستش پریا میخواستم یه چیزی رو بهت بگم. گفتم چی؟ دستی به چونش کشید و کمی نگاه هم کرد و بعد نگاهش رو ازم دزدید و گفت راستش
ما قرار بعد از ازدواج با خانوادم زندگی کنیم. من نمیتونم جدا از خانوادم زندگی کنم. خونه‌شون رو که دیدی، خونه‌شون بزرگه. یکی از اتاقاشون رو به ما میدن و ما هم اونجا زندگی میکنیم. اینطوری پول اجاره خونه هم نمیدیم. سکوت کردم و بهش خیره شدم. گفتم شاید داره شوخی میکنه، اما نه، انگار جدی بود. خنده عصبی کردم و گفتم متوجه هستی چی داری میگی؟ ببینم داری شوخی میکنی؟ داری سر به سرم میذاری؟ جواب داد نه پریا، کاملا جدیم. من بدون خانوادم نمیتونم. میخوام هر روز و هر ساعت خانوادم رو ببینم. من میخوام در کنار پدر و مادرم زندگی کنم و در کنار اونا بچه دار بشم. شروع کردم به بحث کردن. گفتم نمیشه، نمیتونم، اما اون حرف خودشو میزد. قهر کردم و برگشتم خونه. وقتی به مامان و بابام گفتم اونا هیچ حرفی نزدن. گفتن خودت بهتره تصمیم بگیری. تصمیم گرفتم چند روزی رو فکر کنم و جواب هیچ کدوم از پیام و زنگ‌های پیمان رو ندادم. بعد از چند روز بالاخره تصمیم خودم رو گرفتم و قبول کردم. چون نمیخواستم پیمان رو از دست بدم. من واقعا دوستش داشتم. و هم اینکه میترسیدم اگه از پیمان جدا بشم ممکنه دیگه نتونم ازدواج کنم و مسخره دست دختر عمه و دختر عموهام بشم. وقتی پیمان فهمید که راضی شدم خیلی خوشحال شد. منو شام برد بیرون. به خانواده هامون گفتیم و بعد از 1 ماه عقد کردیم. ما به دنبال خرید جهیزیه بودیم و مادر شوهرم میگفت که خیلی جهیزیه نخریم چون لازم نیست، فقط یه تخت خواب کافیه. اما مادرم قبول نکرد و بهترین وسایل رو برام خرید. بعد 2-3 ماه رفتیم سر خونه زندگیمون. عروسی نگرفتیم و به جاش رفتیم ماه عسل. تو ماه عسل مدام مادرش بهمون زنگ میزد که شام چی خوردید، نهار چی خوردید و از اینجور حرفا. اصلا از اون اوضاع راضی نبودم، اما برای اینکه ماه عسلمون خراب نشه سکوت کردم. بعد از 1 هفته برگشتیم و زندگی مشترک ما رسما شروع شد. وقتی وارد خانوادهشون شدم فهمیدم که بله، اینا خانوادهشون از دور قشنگ بوده و اصلا اونطور که نشون میدادن نیستن. مادر شوهر و پدر شوهرم مدام با همدیگه بحث داشتن و به همدیگه حرفای بد میگفتن. من خیلی از اون اوضاع ترسیده بودم. حتی میخواستم وسایلم رو جمع کنم و برگردم خونه بابام، اما گفتم چی بگم بهشون؟ این چیزا واسه من عادی نبودن. من در خانواده‌ای بزرگ شده بودم که پر از صلح و عشق و محبت و احترام بود، اما اینا دقیقاً برعکس بودن. شوهرم این چیزا واسش عادی بود، اما من نه. چند بار ازش پرسیدم چرا خانوادت اینطورین؟ چرا مامان و بابات اینطوری با هم دیگه صحبت میکنن؟ گفت از همون بچگی من عادت دارم به این ماجرا و چیز عجیب و غریبی نیست. به زودی تو هم واسط عادی میشه. اونا همینطورین، همدیگر رو دوست ندارن و به زور همدیگر رو تحمل میکنن. پدر شوهرم همراه با پیمان به مغازه نمی رفت و به جاش دنبال زن این و اون بود. واقعا درکشون نمی کردم. حالا که مادر شوهرم می دونست شوهرش داره بهش خیانت میکنه، پس چرا ازش جدا نمی شد؟ پس چرا این زندگی کوفتی رو داشت تحمل می کرد؟ من از پدر شوهرم خیلی می ترسیدم. آقا جمال مدام یه جوری نگاهم میکرد و من استرس میگرفتم و سعی میکردم تا جایی که ممکنه از اتاقم بیرون نیام. وقتایی هم که مادر شوهرم خونه نبود و پیمان هم سر کار بود، در اتاقم رو قفل میکردم. حدوداً 5 ماهی از ازدواجم گذشته بود و من به خانوادم هیچی در مورد این اوضاع نگفته بودم. یه روز عصر بارونی وقتی که هیچ کس خونه نبود رفتم تو اتاقم و خوابیدم. میون خواب و بیداری بودم که حس کردم یکی کنارمه.
و داره یه سری کار انجام میده. از همون کارا که خودتون میدونید و من نمیتونم اینجا بگم. فکر کردم پیمانه و گفتم پیمان جان الان وقتش نیست. یه خورده ناخوش احوالم. اما هیچ حرفی نزد. نگران شدم و خواستم برگردم سمتش که اجازه نداد. اتاق تاریک بود و نمیدیدم که چی به چیه و مشغول انجامه. بعد اندکی حس کردم یه چیزی درست نیست. با ترس گفتم تو کی هستی؟ جواب داد منم عروس گلم. با شنیدن صدای پدر شوهرم سکته رو زدم. فوری از تخت اومدم پایین و خودم رو مرتب کردم و اون با چندشی میخندید و میگفت خیلی خوبی. اشکم در اومده بود و هی حرف بارش میکردم، اما اون بیخیال بود. از اتاق بیرونش کردم و شروع کردم به حال خودم زار زدن. من مرتکب گناه بزرگی شده بودم، اونم ناخواسته. نمیدونستم چطوری میتونم تو چشمای پیمان نگاه کنم. اون شب حتی شام نخوردم و خودم رو توی اتاقم زندونی کردم. چند روزی گذشت. من سعی میکردم که با اون مرد روبرو نشم و وقتایی که اون خون از من از اتاق بیرون نیام، اما مادر شوهرم اجازه نمیداد. اون مرد هم از هر فرصتی استفاده میکرد تا اون روز رو برون بیاره. وقتایی که تنها خونه بودم در اتاقم رو قلف میزدم. خیلی عذاب وجدان داشتم. حتی با پیمان هم سرد شده بودم. چند وقتی به همین روال گذشت و اون مرد هی مزاحمم میشد. یه روز بهش گفتم همه چی رو به پیمان میگم. جواب داد خب بگو. فکر کردی پیمان غیرت داره؟ فکر کردی براش مهمه؟ گفتم پس چی؟ پس فکر کردی عین توه؟ جواب داد معلومه که هست. اون پسر منه. اون دقیقاً عین منه. با تعجب گفتم یعنی چی؟ فقط یه پوزخند تحویلم داد و رفت. میدونستم پیمان من همچین آدمی نیست و پدرش داره الکی میگه. خوب پدرش رو میشناختم. اون مرد روانی بود و اصلا آدم نرمالی نبود. اون مرد به همه بدی میکرد و همه رو مثل خودش بد میدید. تصمیم گرفتم با پیمان صحبت کنم تا بلکه بتونم راضیش کنم که از خانواده‌اش جدا بشیم. میخواستم بهش بگم اگه من و زندگیمون رو دوست داره پس خونه جدا بگیره، وگرنه اینطوری کارمون به طلاق کشیده میشه. پیمان وضع مالیش خوب بود، کلی پول داشت. با اینکه مادرش اکثر پولاشو ازش میگرفت، اما من تونسته بودم کمی پول پسنداز کنم. میخواستم با همون پسنداز برای خودمون خونه بگیریم. وقتی با پیمان صحبت کردم شروع کرد به مخالفت کردن، اما من کم نیاوردم و بالاخره بعد از چند ماه تونستم راضیش کنم. مخفیانه از خانواده‌اش به دنبال خونه گشتیم و بالاخره تونستیم یه خونه نقلی و شیک کنار خونه مامانم اینا پیدا کنیم. چون پولی برامون باقی نمونده بود، مادرم بهم گفت من بهتون پول میدم. شما هم وقتی جهیزیت رو از خونه مادر شوهرت آوردی بفروش و پولشو به من بده. منم قبول کردم. هر روز با پیمان بیرون میرفتیم و وسایل خونمون رو میخریدیم. تا اینکه یه روز مادر شوهرم بهمون گفت هی شما دوتا مخفیانه کجا میرید؟ من و پیمان نگاهی به هم انداختیم و گفتیم هیچ جا، میریم با هم دیگه دور میزنیم. مادر شوهرم مرموز نگاهمون کرد و گفت خودتونید. فکر کردید من نفهمیدم شما دارید یه کاری انجام میدید؟ همین الان اعتراف کنید که چیه؟ من خیلی ترسیده بودم و پیمان هم از من بدتر. مادر شوهرم موقع عصبانیت چهرش به شدت ترسناک می شد. اون روز به هر جور که بود مادر شوهرم رو پیچوندیم و رفتیم که بقیه خریدار رو انجام بدیم. 2-3 هفته گذشت. کم کم خونمون داشت تکمیل می شد و داشتیم کارای آخرش رو انجام می دادیم.
زنگ خونه به صدا در اومد. فکر کردم مادرمه و رفتم در رو باز کردم. با دیدن پدر شوهر و مادر شوهرم شوکه شدم. نگاهی به هم انداختن و گفتن به به عروس گلم. خواستم در رو ببندم که مانع شدن و اومدن داخل. نگاهی به خونه انداختن. پیمان هم با دیدن مادر و پدرش حسابی جا خورد. خواست توضیح بده براشون که مادر شوهرم شروع کرد به هم ریختن خونه و شکستن وسایلمون. گریه میکردم و سعی میکردم مانعش بشم که وسایلمو نشکنه. التماسش میکردم، از پیمان کمک میخواستم. اما پیمان وسط پذیرایی روبروی پدرش ایستاده بود و هیچی نمیگفت. بعد از اینکه تمام وسایلمو نابود کردن، رفت کنار شوهرش ایستاد و با تحقیر به ما نگاه کرد و پدر شوهرم شروع کرد جریان اون روز رو گفتن. وقتی حرفاش تموم شد، پیمان با تعجب به من خیره شد و گفت چی داره میگه پریا؟ من هیچی نگفتم. هیچ حرفی واسه دفاع از خودم نداشتم، با اینکه مقصر نبودم. اما پدر شوهرم بین من و پیمان رو به هم زد و بعد هر دوشون از خونه رفتن. پیمان دیوانه شده بود، مثل روانی ها شده بود و مدام میگفت این چه کاری بود که با من کردی؟ تو به پدرم نخ میدادی؟ منم هر چقدر سعی میکردم براش توضیح بدم باورش نمیشد. بعد از خونه گذاشت و رفت. با رفتن پیمان نمیدونستم باید چیکار کنم. با رفتن پیمان فهمیدم همه چی تمومه و باید فاتحه زندگیمو بخونم. به مادرم زنگ زدم و اومد. وقتی اوضاع خونه رو دید حسابی جا خورد و ترسید. همه چی رو براش تعریف کردم، حتی قضیه پدر شوهرمو. خیلی سرزنشم کرد. میگفت چرا نیومدی به هم نگفتی؟ چرا همون روز به همون نگفتی؟ اما من هیچ حرفی واسه گفتن نداشتم، چون واقعا ترسیده بودم. به هم گفت دیگه اجازه نمیده من برگردم به اون خونه و باید هرچه زودتر طلاق بگیرم. منم راستش دیگه خسته بودم. دیگه هیچ امیدی به زندگی نداشتم. پس منم راضی به طلاق شدم. برگشتم خونه پدرم. 2 هفته میشد که خونه بابام بودم و پیمان هیچ سراغی ازم نگرفت. بابام رفت که وسایلمو بیاره و اونجا حسابی از خجالت پدر پیمان در اومد. درخواست طلاق دادم و در سریع‌ترین زمان ممکن از هم جدا شدیم. روز طلاق حتی پیمان به صورتم هم نگاه نکرد و راهمون برای همیشه از هم جدا شد. من خیلی تلاش کردم تا زندگیمون رو بسازم، اما پیمان نمیتونست که از خانوادش دل بکنه. پیمان مرد عمل نبود، مرد زندگی نبود. راستش حالا 2 سال از اون جریان میگذره و من خیلی به اون روزا فکر میکنم. به اینکه اگه پیمان یه خانواده درست حسابی داشت، ما چقدر میتونستیم با همدیگه خوشبخت بشیم. با مردی ازدواج کنید که مرد عمله، مرد زندگیه، نه مثل پیمان. شما تو زندگیتون مرد دارید یا یه پسر بچه؟ نظرتون در مورد این داستان چیه؟ به نظرتون حق با پریا بود یا با پیمان؟ ممنون میشم بیاید تو کامنت ها نظراتتون رو بگید و یکم با هم دیگه صحبت کنید.